جمهوری اسلامی ایران یه تخصصی داره و اون تخصصش دشمن پروریه. شما یک خیلی پدیده عجیبیه، شما یک رئیس جمهور توی الان پیدا نمی‌کنی که معاند نشده باشه، فتنه‌گر نشده باشه و ممنوع التصویر نشده باشه. مگه میشه 42 سال تو افرادی رو رأس کار خودت داشته باشی که همشون بعدش ممنوع التصویر میشن، به جز آقای خامنه‌ای که خب برای رهبر شدن فضاشون فرق. غیر از ایشون شما کدوم آدم عاقبت به خیر رو میشناسین که رئیس جمهور شده باشه؟ یه زمانی هستش که شما بر اساس حکومتداری شما بر اساس تعقل، منطق، علم، دانش، بر این اساسه. مثل همه جای دنیا شما میری جلو و مشکلی نداره، هر کسی سر جای خودش داره. یه زمانی هست شما میخوای با آرمان حکومت کنی. این آرمانی حکومت کردن، این شکل تقدس دادن به حکومتی که داری، این باعث میشه که شما به یک سری افراد خاصی نیاز داشته باشی که آرمانهای تو رو تبلیغ کنن. شما دیگه جمع کثیری از افراد دیگر نیاز نداری بهش. شما دیگه تحلیلگر نمیخوای، شما منتقد نمیخوای، شما اصلا مردم رو نمیخوای. چرا مردم رو نمیخوای؟ برای اینکه پول نفت داری. اگرم مردم رو میخوای فقط برای صندوق انتخابات میخوای که مشروعیت جهانی پیدا کنی برای خودت، همین.